هفته بخش دوم رو با هومن و سفرها شروع میکنیم، ولی امروز میخوایم یه داستان خیلی باحالم واسهتون تعریف کنیم. قبل از داستان اول سلام و احوالپرسی با هومن جون. سلام هومن، چطوری؟ سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. هومن جان، منم سلام میکنم بهت. مرسی که امروز هم با ما هستی. هومن، اگه خاطرت باشه یکی دو هفته پیش از یک ماجراجوی دیگه گفتیم، یه آقای به اسم محمود که گزارش سفرهاش رو از ایران به سمت آذربایجان و گرجستان و ترکیه و اگه اشتباه نکنم ارمنستان با هم به اشتراک گذاشته بود. درسته، فکر میکنم اگه خاطرم باشه یک از شمال تا جنوب بود، یه مسافت خیلی زیادی هم تو ترکیه رفته بودن ایشون. بله، حالا من اینو برات بگم که چند روز پیش محمود باز برامون به ایمیل من تو پلاس ایمیل زده و از سفری گفته که همین چند وقت پیش باز هم با موتورش به کویر لوط داشته. سفری که اگه اشتباه نکنم اونطوری که خودشون توی ایمیل گفته بودن از کرج 1150 کیلومتر فاصله داره. البته اینو بگم که کرج محل زندگیشون. دقیقاً توی سفراش هم از شهرهای قم، کاشان، نطنز، ناین یزد، رفسنجان و خیلی شهرهای دیگه عبور کرده و هدف سفرش هم رفتن به باغ شازده، اگه اشتباه نکنم شاهزاده بوده توی شهر ماهان. هومن اگه موافق باشی بریم یه ویدیویی ببینیم که محمود برامون فرستاده از سفرش. ببینیم، برمیگردیم بیشتر در رابطه باهاش صحبت میکنیم. دیروز با موتورسیکلت از کرج اومدم کرمان و امروز به قصد رفتن به کویر لوط یه سر اومدم اینجا که تقریبا در وسط راه قرار داره. همونطور که میبینید به سختی میشه باور کرد که تو دل کویر با فاصله 70-80 کیلومتر از کویر لوط یه همچین جایی با این میزان آب و سرسبزی وجود داشته باشه. بعد از باغ شازده با موتور اومدم به کویر لوط، به این قسمت که معروفه به کلوت یا کلوتا بهش میگن، که در واقع اسم همین تپه ها یا بیشتر شبیه کوه شاید باشن که از شن و ماسه است ولی سفت شده حالا بر اثر فشار بارندگی، فرسایش یا هرچی، و آرامش خاصی داره. واقعا این سفرها اینجوری خیلی باحالن، خیلی فوق العاده است، خیلی لذت بخشه. در کناری که شما دارین به اینجا میرین، ما هم یه جورایی دارین ما رو هم اینولو میکنیم، ما هم داریم میبینیم کجا میریم. دقیقاً همون کاری که شما دارین میکنین هومن جان. و جالبه که توی ایران هم خیلی این کارو انجام میدن و دارن واسه ما الان ویدیو میفرستن. دقیقاً هومن جان، من واقعا خیلی لذت میبرم، خوشحالم وقتی میبینم که این فرهنگ داره گسترش پیدا میکنه و واقعا لذت میبرم. دقیقاً. محمود امینی عزیز اطلاعات خیلی خوبی هم داده توی ایمیلش. به موزه دیرینه شناسی سفر کرده، جایی که فسیل موجودات ما قبل تاریخ رو گذاشتن که یک سرشون برمیگرده عمرشون به 180 میلیون سال پیش. تازه بین راه هم یه زوج توریست فرانسوی رو دیده، باشون کلی گپ زده، تو اون هوای گرم کویر هندونه باشون خورده، همونجور که میبینین عکس هم باشون گرفته. دقیقاً. هومن جان، آزاده، من مطمئنم که امثال محمود عزیز و کسایی که به این صورت ماجراجو هستن خیلی زیاده. آقا نترسین، برین بگردین، ویدیو برای ما بگیریم، بفرستین برامون و ما با بقیه به اشتراک میذاریم. اطلاعات خوب به ما بدین، ما هم از جایی که رفتین هم بیشتر به مردم بشناسونینشون. اینجوری هم میرن میبینن و لذت میبرن دیگه. ما هم لذت میبریم. بازم تشکر میکنیم از محمود عزیز که واسمون این ویدیوها رو فرستاده، این عکس‌ها رو فرستاده. برسیم به هومن که ببینیم این هفته کجا رفت. معلومه اونم بعد از اون همه تبلیغی که خود هم هومن کرده هم ما، آقا گفته که برنامه این هفتهش با همیشه فرق داره. توش یه چیزی داره که هفته قبلی‌ها نداشته. درسته هومن؟ البته یک تغییر خیلی کوچیکیه و تفاوت خیلی کوچیکیه. امیدوارم که خوشتون بیاد در کل. خیلی هم بریم ببینیم دیگه. نه برمیگردیم. آره. بخیر. Okay.